واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. خدمت شما دوستان عزیز هستم در برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی، قسمت 46 این برنامه. در قسمت های گذشته این برنامه در باره احکام مسجد، احکامی که تعلق می‌گرفت به باب مسجد که یکی از ابواب نماز است، و در باره اینکه بنای مسجد چه فضیلتی داشت و همچنین رفتن به سوی مسجد و اینکه انسان در داخل مسجد میشد باید کدام دعا را بخواند و در وقت خارج شدن از مسجد باید کدام دعا را بخواند، و همچنین در مورد زخرفه مسجد و زینت مسجد و همچنین پاک کردن مساجد که بیوت الله است و همچنین جور کردن یا بنای مسجد در بالای قبرستان و همچنین احکام بیع و شراء در داخل مسجد و احکام دیگری که تعلق می‌گرفت به این باب. این احکام را در چند قسمتی از قسمت‌های گذشته این برنامه در پرتو احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض کرده بودم، و این درس ما، این قسمتی از برنامه ما و درباره صفت نماز خواندن است که چگونه انسان باید نماز بخواند و نمازی که به گفتن الله اکبر شروع می شود و به گشتاندن سلام علیکم و با گفتن سلام علیکم و گشتاندن روی به طرف راست و به طرف چپ خاتمه می یابد، و این نماز چگونه باید ادا شود، چگونه تکبیر گفته شود و بعد از گفتن تکبیر دعای استفتاح چه قسم خوانده شود و همچنین خواندن سوره فاتحه و رکوع و گفتن سبحان ربی العظیم در رکوع و همچنین سجده و قومه و تشهد. این همه احکام است که شامل باب صفت نماز میگردد و این از جمله مهمترین بابهای نماز است که وقتی که این با انسان بتواند که به طریقه سنت نماز خود را ادا کند و نماز مورد قبول درگاه، تا که نماز از او مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد. و ان شاء الله المتعال در چند قسمتی از قسمت‌های این برنامه این باب را خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم خواهم کرد. اولین حدیثی که در این باب خدمت شما عرض میکنم حدیثی است که در نزد فقها و در نزد محدثین به نام حدیث مسیء الصلاة مشهور است. حدیث شخصی که در مسجد داخل شد و در حضور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو رکعت نماز خواند و نتوانست که این دو رکعت نماز را به طریقه سنت انجام بدهد، بلکه در نماز خود عجله کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را به اعاده نماز 2 بار و 3 بار امر کرد، و بعد از اینکه او شخص گفت که من از اینکه نماز بهتری دیگه خوانده نمیتونم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طریقه نماز خواندن را به طریقه مسنونه برای او بیان کرد و شروط و ارکان و واجباتی که در نماز لازمی بود او را برای او بیان کرد. و این حدیث عظیم و بزرگ است که بعضی علما میگن که این شخص در حقیقت برای در نماز خود اساءه انجام داده، یعنی نماز خود را نتونسته به شکل بهتر بخواند، لیکن برای مردم فایده زیادی تقدیم کرده که این سبب شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
تمامی واجبات و ارکان نماز را بیان کنه و برای امت خود بفهماند که باید نماز به چه شکل ادا شود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در این حدیث از تکبیر تحریمه، از وضو گرفته تا به استقبال قبله و تا تکبیر تحریمه و خواندن قرآن کریم و همچنین رکوع، سجده و قومه و همچنین تعدیل ارکان، این همه احکام را در این حدیث برای ما می آموزاند و این حدیث را اصحاب کتب سته، صحاح سته و همچنین امام احمد و علمای دیگری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمودند که روزی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد مسجد شدند و در بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در داخل مسجد تشریف بردند، شخصی داخل مسجد شد و در بعضی از روایت ها می آید که این شخص به نام خلاد بن رافع بود، یکی از اعراب داخل مسجد شد و در کناره مسجد رفت، دو رکعت نماز را انجام داد. وقتی که دو رکعت نماز خود را خواند، آمد نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سلام داد و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه سلامی از او را و علیه گرفت، برای از او گفت که ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو تو دوباره نماز بخوان، این نمازی که تو خواندی این نماز نیست، این نمازی که تو خواندی در او تعدیل ارکان نبود و در او بعضی واجبات و بعضی سنت های نماز بجا نشده بود، تو برو دوباره نماز خود را انجام بده. این شخص رفت بار دوم هم نماز خواند، بعد از اینکه نماز خواند دوباره نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد و بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سلام داد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه سلام از او را و علیه گرفت، باز دوباره برای از او گفت که ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو برو دوباره نماز خود را بخوان، نمازی که تو خواندی این نماز درست نیست. و بار سوم هم این شخص نماز را به طریقی که یاد داشت انجام داد. باز وقتی که آمد بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام داد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بار سوم او را گفت که ارجع فصلی فانک لم تصلی. و این شخص بار سوم بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که والذی بعثک بالحق لا احسن غیره فعلمنی، او ذاتی که تو را به حق فرستاده، قسم به او ذاتی که تو را به حق فرستاده، ما از این کده دیگه بهتر نماز خوانده نمیتونم، چیزی که ما یاد داشتم او را در نماز خود انجام دادم، تو برای ما یاد بده که ما چه رقم نماز بخوانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این شخص فرمود اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، وقتی که اراده قیام به نماز میکنی، وقتی که میخواهی که به نماز استاد شوی، اول کاری میکنی این است که باید وضوء خود را به شکل کامل و مکمل انجام بدهی، وضوء کامل انجام بدهی، وضوئی که به طریقه سنت است باید او را انجام بدهی. در روایت دیگری آمده در نزد ابو داود و امام نسائی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود انها لا تتم صلاة احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امر الله تعالی، نماز یکی از شما کامل نمی شود، اتمام پیدا نمی کند تا که وضو را انجام بدهد به او شکلی که الله متعال در قرآن کریم به ما امر نموده در آیه 6 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبعد ذو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ثم استقبل القبلة فكبر، بعد از اینکه تو وضو کردی به شکل کامل و مکمل وضو را انجام دادی، روبروی قبله استاد شو و تکبیر بگو که مراد از او تکبیر تحریمه است. و کلمه فکبر دلالت به این میکند که تکبیر تحریمه از جمله ارکان نماز است و در نماز گفتن از او لازمی است و در این لفظ در اینجا در حدیث مسیح الصلات لفظ تکبیر نآمده، اما در روایت دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لفظ تکبیر را بیان کردند که او گفتن الله اکبر است، همچنان که در روایت امام طبری آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ثم یقول الله اکبر، بعد از اینکه این شخص وضو کرد و رو به قبله استاد شد باید الله اکبر بگوید. و همچنین در روایت ابن ماجه و ابن حبان آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله اکبر. راوی میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به نماز استاد میشد و بعد از او دستهای خود را بلند کرده الله اکبر میگفت، پس مراد از تکبیر گفتنی الله اکبر است. بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این شخص فرمودند که
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بعد از اینکه تکبیر گفتی هر آنچه که از قرآن یاد داری تو را بخوان. کلمه ثم اقرأ دلالت به این میکند که بعد از گفتن الله اکبر دیگر خواندن دعای استفتاح واجب نیست و از جمله امور مسنونه است، چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این حدیث برای این شخص واجبات نماز را تعلیم میدهد و دعای استفتاح را به این شخص تعلیم نداد، به این معنا که دعای استفتاح یا خواندن سبحانك اللهم واجب نیست بلکه از جمله سنت های نماز است. و همچنین به این حدیث علمایی که گفتن که خواندن بسم الله از جمله فاتحه نیست و واجب نیست دلیل گرفتن که خواندن بسم الله الرحمن الرحیم هم از جمله فاتحه نیست و واجب نیست. و علمای دیگری که گفتن که خواندن بسم الله واجب است گفتن که چون بسم الله جزئی از فاتحه است و رسول اکرم صلی الله علیه و آله این را با خواندن امر کرده و وقتی که خواندن سوره فاتحه خوانده میشه بسم الله هم در او شامل است. و همچنین علمایی که گفتن که خواندن فاتحه واجب نیست به این جزئی از حدیث دلیل گرفتن که ثم اقرأ ما تیسر من القرآن و فرمودن که خواندن فاتحه در نماز واجب نیست بلکه هر سوره که خوانده شود یا چند آیاتی که خوانده شود کفایت میکنه و این رأی علمای احناف است. اما علمای دیگری که گفتن خواندن فاتحه در نماز واجب است گفتن که مراد از ما تیسر من القرآن در این حدیث سوره فاتحه است، چون الفاظ دیگری حدیث که در دیگر جاها آمده و همچنین روایت دیگری دلالت به این میکند که خواندن سوره فاتحه واجب است، چون در ابو داود چنین آمده که فقرأ بأم الکتاب، تو به ام الکتاب بعد از اینکه تکبیر گفتی شروع به خواندن ام الکتاب بکن که مراد از او سوره فاتحه است. و همچنین در مسند احمد و صحیح ابن حبان چنین وارد شده که ثم اقرأ بأم الکتاب ثم اقرأ بما شئت، بعد از اینکه تکبیر گفتی آغاز به خواندن سوره فاتحه بکن و بعد از او هر آنچه که میخواهی از قرآن کریم بخوان. پس این روایات دلالت به این میکند که خواندن ام الکتاب یا سوره فاتحه در نماز واجب است. و بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای شخص فرمودن که ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، بعد از اینکه تو قرائت را انجام دادی رکوع بکو تا که در رکوع خود اطمینان حاصل کنی، یعنی عجله نکو، رکوع بکو تا که خوب صحیح اطمینان در رکوع حاصل کردی و بعد از او از رکوع خود استاد شو. و در روایت دیگری در مسند احمد آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند فاذا رکعت فاجعل راحتیک علی رکبتیک، وقتی که رکوع کردی کف دستهای خود را بر زانوهای خود محکم بگیر یا زانوهای خود را با کف دستهای خود محکم بگیر. وامدد ظهرک و مکن رکوعک، و پشت خود را انوار بکن و رکوع خود را با آرامی و به طور مطمئن انجام بده، عجله در رکوع خود نکن. و بعد از او فرمودن که ثم ارفع حتی تعدل قائما، بعد از اینکه در رکوع دعای رکوع را خوانده خلاص کردی از رکوع بلند شو حتی تعدل قائما تا اینکه خوب صحیح استاد شوی، خوب صحیح استاد شوی یعنی نیمه استاده انجام نده تا که خوب صحیح خود را بلند کن و استاد شو. و این هم دلالت به این میکند که استاد شدن از رکوع یا تعدیل ارکان از جمله واجبات نماز است. بعد از فرمودن که ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، بعد از اینکه رکوع کردی از رکوع استاد شدی و بعد از او به سجده برو و در سجده خود خوب صحیح مطمئن شو، یعنی بعد از اینکه سر خود را به سجده گذاشتی مطمئن کن خود را و بعد از او از سجده سر خود را بالا بکن. در روایت دیگری آمده در نزد امام نسائی ثم یکبر و یسجد حتی یمکن وجهه و جبهته، بعد از او تکبیر میگوید این شخص و سجده میکند و تا اینکه پیشانی و چهره و روی خود را بر زمین خوب صحیح میگذارد و حتی تطمئن مفاصله و تسترخی، و با رقم سجده میکند که مفاصل از او بنده های از او به جای خود قرار میگیرد، یعنی خوب صحیح بر روی خود را و پیشانی خود را به زمین میگذارد و اطمینان حاصل میشود و بعد از او از سجده سر خود را بالا میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، بعد از او سر خود را از رکوع از سجده بالا کن
تا اینکه تطمئن جالسا آرام بگیری. و این حدیث، الفاظ این حدیث دلالت به این میکند که تعدیل ارکان یعنی بعد از رکوع بالا شدن و خود را آرام کردن، و در روایت دیگه میگه که تا که استخوان‌های انسان آرام بگیرد، به جای خود قرار بگیرد. و همچنین در بین دو سجده اینها همه از جمله واجبات نماز است و علمایی که قول به وجوب این تعدیل ارکان گفتن به این حدیث دلیل گرفتند. همچنانی که امام نووی در شرح مسلم میفرماید که فيه دلیل على وجوب الاعتدال عند الركوع والجلوس بین السجدتين. این دلیل به این میکند که انسان در بعد از رکوع و بین سجدتین باید تعدیل ارکان را انجام بدهد و دلالت به وجوب تعدیل ارکان میکند. و همچنین دلالت به این حدیث دیگری میکند که امام بخاری رحمت الله علیه از حضرت حذیفه روایت میکند که حضرت حذیفه ابن ابان شخصی را دید که نماز میخواند و رکوع و سجده خود را به شکل خوب انجام نمیداد، زود رکوع و سجده میکرد. حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه فرمودند که فلما قضا صلاته قال ما صلیت. وقتی که این شخص نماز خود را انجام داد به شکل عجله، حضرت حذیفه برای شخص فرمود که تو نماز نخواندی، این نمازی که به این شکل خوانده میشه در او تعدیل ارکان صورت نمیگیره، این نماز نیست، باید نماز به شکل خوانده شود که در او تعدیل ارکان انجام بگیرد و تعدیل ارکان از جمله واجبات نماز است. و در آخر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این شخص فرمودند که ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. تو امی شکل که ما در رکعت اول بر تعلیم دادم امی افعال را در تمام نماز خود انجام بده. پس این حدیث دلالت میکند بر اینکه هر آنچه که در این حدیث آمده از جمله واجبات نماز است، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی از روایات این حدیث برای شخص فرمودند که لن تتم صلاتک الا بما ذکر. نماز تو تمام نمی شود، انجام نمی یابد مگر با آنچه که من برای تو در این حدیث برای تو ذکر کردم. هر آنچه که برای تو ذکر کردم باید تو را انجام بدهی، اگر انجام ندادی نماز تو صحیح نمی شود. و همچنین دلالت به این میکند که هر آنچه که در این حدیث ذکر نشده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این شخص ذکر نکرده و از جمله واجبات نیست، مثل دعای استفتاح و دلالت هم و اما افعال دیگری مثل قعده، مثل تشهد و همچنین مثل سلام، چون در رکعت اول تکرار نمیشه و این وجوبی ازی در احادیث دیگری آمده و در این حدیث نه آمده. و همچنین حدیث دلالت به این میکند که شخصی که زود نماز میخواند تعدیل ارکان در او نیست، او نماز گفته نمی شود و از او نماز نهی شده. باید نماز به شکلی بوده باشد که در او تعدیل ارکان و قرائت صحیح و همچنین رکوع و سجده به شکل صحیح انجام بیابد. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه ادامه این مطلب را خدمت شما عرض میکنم، با ما باشید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روز جمعه از بهترین روزهای شماست. در این روز آدم آفریده شد و در این روز از دنیا رفت. در این روز بر صور دمیده می شود و در این روز انسانها برانگیخته خواهند شد. پس در این روز بر من بسیار درود بفرستید، چرا که درود شما بر من عرضه می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت اولی برنامه خدمت شما عرض کردم که صفت نماز یا کیفیت نماز یا چگونگی نماز از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما قولا و فعلا نقل شده. هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قولا
برای ما کیفیت نماز را نقل کردند و همچنین فعلا هم صحابه کرام از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونگی خواندن نماز را برای ما نقل کردند و از جمله احادیث قولی حدیث مسیء الصلاة بود که در قسمت اول خدمت شما عرض کردم و از جمله احادیث فعلی که صحابه کرام فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در چگونگی نماز در صفت نماز به ما نقل کردند. حدیثی است که او را امام مسلم و امام ابو داود رحمت الله علیهما از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کردند که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خیش را با گفتن الله اکبر استفتاح میکردن، شروع میکردن با گفتن تکبیر، با گفتن الله اکبر که دعای که تکبیر تحریمه گفته میشود، با این شروع میکردن و همچنین بعد از او به خواندن قرائت الحمد لله رب العالمین نماز خود را آغاز میکردن و شروع میکردن و این هم دلالت به این میکند که انسان تکبیر تحریمه از جمله ارکان نماز است و همچنین از جمله واجبات خواندن الحمد لله رب العالمین است، اما دعای استفتاح از جمله واجبات نیست، از جمله سنت های نماز است. و از فرمودند که وکان اذا رکع لم یشخص رأسه ولم یصوبه ولكن بین ذلك. طریقه سجده کردن رکوع کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین بوده که وقتی که رکوع میکردن سر خود را نه زیاد بلند میکردن و نه سر خود را زیاد پایان میکردن ولیکن بین ذلك، لیکن در بین قرار میدادن. وقتی که رکوع میکردن نه سر مبارک خود را طرف آسمان بلند میگرفتن و نه سر مبارک خود را زیاد پایان طرف پاهای خود میکردن، بلکه در وسط سر خود را انجام میدن در وقت رکوع کردن. و کان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از رکوع سر مبارک خود را بلند میکردن به سجده نمی رفتن تا اینکه خوب صحیح استاد میشدن. و همچنان که در حدیث سابقه گفتیم که برای مسیء الصلاة برای او شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ثم ارفع حتى تعدل قائما، تو بلند شد از رکوع و به سجده نرو تا که خود را تا که خوب صحیح استاده شوی. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که سجده میکردن و از سجده سر خود را بلند میکردن دوباره به سجده دوم نمیرفتند حتی یستوی جالسا، تا اینکه خوب صحیح در زمین می نشستند، به نشسته خود را برابر میکردند. و در حدیث سابق آمده بود که ثم ارفع حتی تطمئن جالسا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به او شخص گفت که تو از سجده اول بلند شو و بنشین تا که خوب صحیح اطمینان حاصل کنی. و کان یقول فی کل رکعتین التحیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین بعد از هر دو رکعت تحیه میخواندند، التحیات لله و الصلوات را میخواندند، یعنی دو رکعت را که میخواندند التحیات یا تشهد اول را انجام میدادن و بعد از او استاشده دو رکعت دوم را میخواندن و بعد از او تشهد اخیر یا التحیات را میخواندن. و کان یفرش رجله الیسرا و ینصب الیمنا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت نشستن طریقهشان این چنین بوده که پای چپ خود را فرش میکردند، بر زمین می نهادند و بر بالای از او می نشستند و پای چپ خود را پای راست خود را استاد میکردند. و کان ینها ان یفترش الرجل و کان ینها عن عقبة الشیطان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عقبه شیطان منع میکردن. عقبه شیطان یک نوعی از یک هیئتی از هیئات نشستن است، یک نوعی از انواع نشستن است که امام نووی در مروی از او میگه که نشستن به شکلی است که انسان بر بالای مقعد خود بنشینه و پاهای خود را نصب بکنه، مثل که حیوانات یا سگ می نشینه. و همچنین گفته شده که عقبت شیطان که در بعضی روایت ها به نام الاقعاء می آید و کان ینها عن الاقعاء، و این است که انسان بر بالای مقعد خود بنشینه و پاهای خود را پیش روی خود نصب بکنه به این شکل، یا اینکه یعنی دو شکل داره، یا اینکه در هر صورت بر بالای مقعد خود بشینه یا پاهای خود را پیش روی خود بگذاره، یا اینکه پاهای خود را
بر طرف سینه خود استاده بگیره. یا در دو حالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در داخل نماز از این قسم نشستن منع کردن. و ینها ان یفترش الرجل ذراعیه افتراش السبع، و همچنین از این معنی کردن که انسان بازوهای خود را مثل حیوانات و در بعضی روایات آمده که مثل کلب، مثل سگ فرش بکنه، یعنی به این شکل بشینه که بازوهای خود را در نماز وقتی که به سجده می رود بازوهای خود را بر زمین نهاده فرش بکند و به سجده برود. از این کار رسول اکرم صلی الله علیه و منع کردن. وقتی که سجده میکنه باید بازوهایش از زمین بلند بوده باشد. و کان یختم الصلاة بالتسلیم، و در آخر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خود را با گشتاندن السلام علیکم خاتمه میدادند. و این حدیث بر چند چیز دلالت میکند. این حدیثی که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز را از ما برای ما نقل میکند. اول دلالت به این میکند که گفتن تکبیر تحریمه از جمله ارکان نماز است، باید گفته شود. و همچنین دلالت به این میکند که خواندن سوره فاتحه از جمله واجبات نماز است، باید در نماز سوره فاتحه خوانده شود. و همچنین دلالت به این میکند که بعد از 2 رکعت خواندن التحیات در تشهد اول از جمله واجبات نماز است، باید خوانده شود. اگرچه بعضی علما قول به سنیتی از او دارند که او سنت است، لیکن قول جمهور علما است که خواندن تشهد یا خواندن التحیات در تشهد اول واجب است نظر به این حدیث و به احادیث دیگر. و همچنین لفظ اخیر که وکان یفرش رجله الیسرى و ینصب الیمنى دلالت به این میکند که انسان در وقتی که بر قعده می نشیند باید بر بالای پای چپ خود بنشیند و پای راست خود را استاده بگیرد. و این در قعده اول به اتفاق علماست. و در قعده دوم عده از علما قول به این دارند که باید به می شکل بشیند، به شکل قعده اول از جمله علمای احناف. و عده دیگر قولشان این است که باید پای بر بالای مقعد خود بنشیند و پای راست خود را استاد کند و پای چپ خود را فرش کند زیر پای راست خود. و اکثر علما رأیشان هم است که امر اختیاری است. در قاعده اول باید به می شکل که ذکر شد به این شکل شده شود، اما در قاعده دوم اختیاری است، میتواند که به شکل قاعده اول بنشیند و میتواند که به شکل دیگری که ما بیان کردیم. و همچنین در آخر حدیث که از بعضی از چیزها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن، گفتن که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از 2 قسم نشستن منع میکردن. یکی از نشستن به شکل از در سجده به شکل سگ، یعنی به شکلی که انسان دستهای خود را در زمین بگذارد و سجده بکند مثل سگ می نشیند. از این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن. و همچنین در وقتی که نشستن که می نشیند به شکلی که حیوانات می نشیند که بر بالای مقعد خود بنشیند و پاهای خود را استاده بگیرد یا پاهای خود را استاده یا پاهای خود را پیش روی خود فرش بکند. این را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن. و در احادیث دیگری هم احادیث متعددی وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از هیئت حیوانات در نماز منع کردن. در حدیثی آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از بروک ابل، از طریقه نشستن شترها منع کردن. و در حدیث دیگری هم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از التفات ثعلب، از روبا که هر زیادی طرف خود سل میکند، از این شکل هم منع کردن که انسان در نماز باید طرف خود زیاد سل نکنه. و همچنین در حدیثی آمده که از افتراش حیوانات که بازوهای خود را فرش کرده می نشینند، از این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن. و همچنین در حدیث دیگری آمده که از نقر الغراب که انسان مثل زاغواری نول نزند، باید نماز را به شکل کامل انجام بدهد، به شکل اطمینان انجام بدهد. نماز به شکل نباشد که مثل که زاغ زود نول منقار خود را در زمین میزند و بالا میکند، به شکل باید نباید باشد. و همچنین در حدیث دیگری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت سلام دادن از بلند کردن دستها مثل گفتن که مثل از ناب الخیل، مثل دنبه های اسبواری باید در وقت سلام دادن دستهای خود را بالا نکنین، همچنان که عادت
روافض است که در وقتی سلام دادن دسته های خود را بالا میکنند. از این کار هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله در احادیث منع کردند. و همچنین در آخر حدیث که وکان یختم الصلاة بالتسلیم دلالت به این میکنه که سلام دادن هم در نماز از جمله واجبات نماز است و کسانی که قول به این دارند که سلام دادن واجب است و این حدیث دلیل گرفتند که در آخر باید سلام داده شود، یعنی خاتمه این نماز باید به سلام بوده باشد که در حدیث دیگری میگه که تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، که نماز با گفتن الله اکبر حرام میشه، چون که در بیرون نماز و داخل نماز کردنش حرام است و خوردن و نوشیدن و گپ زدن این چیزها و همچنین حلال کردن از نماز، یعنی چیزهایی که در داخل نماز بر انسان حرام است دوباره میشه که حلال شود، مثل خوردن و نوشیدن گپ زدن و گفتن السلام علیکم، این چیزها بر انسان حلال میشه. وقتی برنامه ما دوستان عزیز در اینجا خاتمه بیاید، تا قسمت آینده برنامه با شما خداحافظی میکنم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.